بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. إنك بعون الله تعالى ما درس خود را دوام میدیم از شرح کتاب درس های زبان عربی برای کسانی که با آن حرف زده نمی توانند. از قسم یکم درس امروزی ما الدرس السابع، یعنی درس هفتم. موضوع درس هفتم از چی عبارت است؟ گفته است که تلک. معلوم میشد است که این همان موضوعی هست که ما و شما در درس دوم گذاشتیم. درس دوم از چی عبارت بود؟ ذالک. این باشد تلک. نیز یعنی از چی فرق میکرد است؟ از جنس. جنس یعنی ذالک جنسی مردانه باشد، تلک جنسی زنانه می باشد. گفته است که تلک در اینجا فقط اسم اشاره همون تا می باشد، تی می باشد. اسم اشاره للمفرد المؤنث البعید العالم و غیر العالم. واللام للبعد، لام برای بعد است، اشاره می کند که باید دور است. والکاف حرف خطاب، یکی للخطاب. خب این حرف است برای خطاب. مثال می آورد برای عالم تلک سمیه، آن سمیه است. تلک طبیبه، وی یکی آن دکتر زن است. تلک طویله، وی دراز است یکی قامت بلند است. غیر العالم مثال های برای غیر عالم تلک بطه، وی مرغابی است. تلک بیضه، وی یکی آن تخم است. تلک ناقه، آن چی است؟ ناقه است، یعنی ماده شتر است. درباره یعنی که مؤنثی کدام نوعی مؤنث بودین اینها را همشه یعنی که در درس ششم گذاشتیم. اسماء الاشاره للقریب، اسمهای اشاره برای مسافه نزدیک. المذکر مردانش هذا حسین، هذا قمیص، این حسین است، این پیراهن کرته است. المؤنث زنانه هذه رقیه، این رقیه است. هذه حدیقه، این باغ است. اسماء الاشاره للبعید، اسمهای اشاره برای مسافه دور. ذلك مؤذن، آن مؤذن است، یعنی اذانگوی است. ذلك حجر، آن سنگ است. اینا کدام نمودی مذکرن؟ اینها را یعنی گذاشتیم مذکر حقیقی و مجازی. تلک ممرضه، آن یعنی که ممرضه است، یعنی همشیری یا که خواهر طبی است، گفتن خوب تر است. نام تلک دجاجه، آن یعنی که مرغ است. ساعت عباس هذه، آیا این ساعت عباس است؟ لا هذه ساعت حامد، نه این ساعت حامد است. تلک ساعت عباس، آن ساعت عباس است. خب فنجي يعني هذه ساعة حامد، يعني هذه يعني كي همشن مبتدا شده ساعة خبر مضاف، حامد مضاف له. في هذا المثال همزة الاستفهام، در این مثال همزه استفهام ومدس الجواب بنعم او لا، جوابش با نعم میشود یا که با لا میشود، چون حرف است. هذه اسم اشاره للمؤنث القريب غير العالم ساعة، هذه ركبت السدس. حامد مضاف إليه، فحامد دام مثال بولا قصة حامد مضاف إليه شو دسه. تلك بشيء اسم إشارة للمؤنث البعيد غير العالم، يعني ساعة
عباس عباس مضاف إلى شده يعني çünkü dence saatu در يكون ساعات يعني كي إنه همش خبر ساعته دراسة إنه شيئا خبر شده إستاد ومضاف شده إستاد يعني برای من عباس حامدين هم مضاف مجرور بالمضاف قفت إستاد نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.